یه دوربین خریدم چون از انگیزه افتاده بودم، چون هیچ کارامو نمیتونستم درست انجام بدم، ولی الان به انگیزه اومدم میخوام تا صبح برنامه نویسی کنم. اگه تو هم از انگیزه افتادی میخوام بهت چند تا راهکار نشون بدم که انگیزت برگرده سر جات. پس بیا این ویدیو رو تا آخر نگاه کنیم. من علیسا علیخانی هستم با یه ویدیو دیگه از کانال یوتیوبم. خوش اومدید. آقا خیلیاتون اومده بودید توی کامنت و دایرکت میگفتید که آقا من دیگه از انگیزه افتادم، تا نصف راهو رفتم ولی حوصله آموزش دیدن ندارم، حوصله برنامه نویسی و کد نویسی کردن ندارم، اصلا انرژی ندارم برای این کار. بیا بیشتر روز تو اینستاگرام و اکسپلورم، اصلا حوصله‌ام نمیکشه بیام پای لپتاپ. منم مثل خودتم. دقیقا من شخصیت علیسا علیخانی هم همینم. من کسی هستم که 6 ماه نتونستم نه ویدیو یوتیوب ریکورد کنم نه درست حساب برنامه نویسی رو ادامه بدم. ولی چرا دارم این ویدیو ریکورد میکنم؟ خب ممکنه بگی خب تو خودت نمیتونی خودت جمع کنی، چرا اومدی ویدیو ریکورد میکنی؟ ولی من اومدم یک سری راهکارها رو تست کردم که دیدم واقعا جواب میده و تونستم این روشم رو ادامه بدم. حداقلش تونستم خودم رو بلند کنم، حداقلش تونستم بیام بشینم پای این لپتاپ کوفتی. پس شما هم میخوام یه چند تا راهکار براتون معرفی کنم. این ویدیو رو تا آخر نگاه کنید، لایک کنید، کامنت کنید، کامنت پر انرژی بذارید، چون همین باعث میشه که خودتون هم انرژی بگیرید و انرژی منم تو ویدیوها بره بالا. این روش‌هایی که میخوام بهتون بگم از ساده ترینش تا حرفه‌ای ترینش رو براتون آماده کردم. حرفه‌ای ترینش رو آخر ویدیو قرار بهتون بگم. اولین موضوع پذیرفتن این موضوع که این اتفاق یک چیز واقعا طبیعی هستش و برای هر شخصی تو زندگیش تو مسیر پیشرفتش اتفاق میفته. بیاید قبول کنیم که مسیر پیشرفت اینطوری نیستش، نمودارش گاهی بالاست میاد پایین میره بالا، میاد پایین میره بالا، ولی میانگین کلیش اون به اصطلاح مقدار مفیدش سودیه، ولی بالا پایین داره. این موضوع رو پس اول از همه قبول کنیم و خودمون رو جا نزنیم. اصلا جا نزنیم. نه که آقا من دیگه از انگیزه افتادم، طرف از من جلو زد من نمیتونم ادامه بدم. نه، اینجور موضوع ها رو نداریم. موضوع بعدی هدف گذاری هستش. هدف گذاری یک به اصطلاح مقیاس بسیار مهم برای این هسته که شما بتونید از جاتون بلند بشید و شروع کنید کاراتون رو انجام بدید. هدف گذاری 3 تا قانون داره: قانون کوتاه مدت، قانون میان مدت و قانون بلند مدت. آقا بیا به خودت هدف بذار، بگو که هدف کوتاه مدت من این هستش که من در عرض یک روز امروز باید قسمت مثلا 42 آموزش پایتون رو نگاه کنم. این میشه هدف کوتاه مدت. بیا یه هدف میان مدت بذار، بگو که من در عرض 1 هفته 2 هفته باید فلان تکنولوژی رو یاد بگیرم، باید فلان تکنولوژی مثلا Nmap رو یاد بگیرم. این خیلی مهم. و هدف گذاری بلند مدت باید بیشتر از 1 سال باشه. یا هدف بذار، بگو بعد 1 سال من باید تو فلان شرکت استخدام بشم، بعد 1 سال من باید اولین پروژه‌مو ارائه بدم، بعد 1 سال من باید اولین مقالم رو بنویسم. این قانون ها خیلی و به شدت مهم هستش. مورد بعدی سیستم جایزه و تنبیه هستش. شاید یکم مسخره و بچگونه باشه ولی واقعا طبیعیه. من برای خودم جایزه گذاشتم که گفتم اگه بعد از 1 سال بتونم تکنولوژی که دوست دارم، تکنولوژی که تو هدفم بود یاد بگیرم، برای خودم جایزه وبکم میخرم. من اون موقع پول اینو داشتم، هنوزم دارم، 10 سال دیگه هم دارم، چیز گرون قیمتی نیستش، ولی گفتم اینو زمانی میخرم که اون تکنولوژی رو یاد بگیرم. این شد جایزه من. یا مثلا سیستم تنبیه هستش، میگم که من اگه فلان تکنولوژی رو یاد بگیرم اینو میخرم، ولی اگه یاد نگیرم یه مدت خودم از این میکروفون محروم میکنم. حتی جایزه های کوچیک. بگو آقا من میخوام امروز قسمت 91 پایتون رو نگاه کنم، اگه نگاه کردم میرم بیرون برای خودم بستنی میخرم. اما چه عیبی داره انسانی؟ من خودم الان حواسه بستنی کردم، بعد این ریکورد ویدیو میخوام برم بستنی بخرم. این چیز طبیعیه. چه بهتر که بیام اون خریدن بستنی رو به صورت جایزه بکنم، بگم من اگه این ویدیو رو ریکورد کردم تموم شدش ادیت زدم میرم بستنی میخرم. مورد بعدی که بسیار جواب هسته تو دو لیست هستش. تو دو لیست چیه؟
تو دو لیستی که باید انجام بدیم. نمیدونم وبکم میگیره یا نه، ولی من یه عکس از اینجا براتون کنار ویدیو قراره تو ادیت زدن آپلود میکنم. من تو دو لیستمو به دیوار میچسبونم. یعنی چی؟ یعنی میگم امروز این کارا رو باید انجام بدم. انجام دادم روش خط میکشم، اگه انجام ندادم کنارش زبدر میکشم. مثلا میام یک لیست دارم از اون استیکی کاغذا هستش، میچسبم به دیوار، روش مینویسم که امروز باید برم مثلا همون. حتی کارهای روزمره هم بنویس. دوش گرفتن، خرید لباس مثلا بذار اصلا یه چیز واقعیشو بخونم. این که خودم نوشتم برای زمان امتحاناتم بودش. مثلا نوشتم که خواندن درس، بعدش پایینش نوشتم که یادگیری جنگو، حتی زمان امتحاناتم من یاد میگیرم. بعدش پایینش نوشتم مرور یک درس از درس DRF که مربوط به جنگو هستش. بعدش نوشته بودم ساخت پاورپوینت برای کلاس ها، کلاسی که میرم توش تدریس میکنم. بعدش نوشتم که ریکورد یک ویدیو برای یوتیوب که اونو نتونستم انجام بدم، کنارش زبدر کشیدم. بعدش نوشتم ساخت یک پست برای اینستاگرام. این کاری بودش که من انجام دادم. همشون انجام دادم بدون به جز اون ریکورد یوتیوب. حالا شما که بحث اینستاگرام اومدش، اینستاگرام اونم فالو کنید، اینجا براتون میاد. مورد بعدی، آقا خسته شدی؟ نشستی یک هفته تمام داری پایتون نگاه میکنی. خسته شدی؟ خب طبیعتا انگیزه نداری دیگه، از هفته دیگه نگاه نمیکنی. این اشتباهه. آقا بیای شنبه پایتون نگاه کن، برو یک شنبه یه چیز دیگه نگاه کن. کلی تکنولوژی هستش، برو اونا رو یاد بگیر. برو گیت یاد بگیر، برو داکر یاد بگیر، برو API مرور کن، برو یوتیوب کلی موارد وجود داره راجع به هک و امنیت اینا رو بخون. بعدش بیا روز بعدیش که میشه دوشنبه پایتون بخون. اگه برای مثال امروز جنگو خوندم، فردا میرم DRF میخونم، مثال میزنم. پس فردا جنگو خوندم، پس اون فرداش میرم ربات تلگرامی با PHP میخونم. اینطوری هم تکنولوژی های متنوع تری آشنا میشم، همین که اون چیزی که میخوام و قشنگتر یاد میگیرم، هم تو این مسیر تداوم بدم. مورد بعدی، به خودت تفریح بده. نشین 24 ساعت پشت لپتاپ، چون اگه یه هفته این کار کنی، هفته دوم مطمئنا دیگه نمیشینی. به زورم بخوای نمیتونی بشینی پشت لپتاپ. روزی 1 ساعت میشینی پشت لپتاپ، 2 ساعت میشینی پشت لپتاپ، برنامه بچین، بگو میخوام برم بیرون، بعدش پیاده روی کنم. پیاده روی کن، ورزش کن، با دوستات برو بیرون بگرد، برو اصلا کافی شاپ. اصلا کم هزینه ترین تفریح همین پیاده رویه. زنگ بزن به دوستت بگو الان محمد چطوری، خوب هستی، پاشو بریم بیرون. پاشو برو بیرون، خیلی داره. بعدش برگرد پر انرژی دوباره بشین سر لپ. و اما مورد آخر، نوشتن. به شدت تاکید دارم بنویس. چیزی که تو مینویسی قطعی با یقین اجرا میشه. بنویس، بگو که من تا آخر سال 1403 باید پایتون و حرفه‌ای یاد بگیرم. تا آخر 1403 من باید درآمدم به مثلا بالای 10 میلیون برسه. بنویس تا آخر 1400، الان فروردین اولای اردیبهشت دیگه، اول ساله. شروع کن تا آخر سال برنامه بچی، هدف بچی. بنویس تا آخر سال من ماشین مورد علاقه‌مو میخرم. هیچ عیبی نداره، بنویس. هیچ عیبی نداره. چون اینو اگه تا آخر 403 هم نتونی انجام بدی، تا 404 آخرش میتونی انجام بدی. و اون موقع که ماشین مورد علاقتو گرفتی، میخوای میبینی که یه روز من اینو نوشتم و شد. ولی اگه ننویسی کجا میخوای ثابت کنی به خودت؟ من تو ذهنم گفتم. شو برو بنویسین. نوشتن و من خودم واقعا تجربهشه. من یه دفتر دارم که اینجا نیستش حقیقتا بهتون نشون بدم. یک دفتر دارم که توش فقط نوشتم چیزایی که میخوام. حتی اگه اون هم بهش نرسم، مطمئنا یک لول پایین ترش رو میرسم. و نکته آخرم بگم که لطفاً هدفاتون رو برای خودتون نگه دارید. حتی دقت کنید توی ویدیو هم من هیچ حرفی از اهداف، حتی کوچکترین اهدافم هم نگفتم. شما به هیچ کس نگید، حتی به عزیزترین شخصتون، حتی به پدر مادرتون هم اهدافتون رو نگین. حالا این ایده منه، ممکن است خیلیاتون مخالف باشین، ولی ایده من اینه که نگین. نگه دارین، زمانی که رسیدین بهشون بگین. دمتون گرم که این ویدیو نگاه کردید. لایک کنید، کامنت کنید.
پر انرژی باشید. همه کاری که گفتم انجام بدید، اخبارشو خبرشو به من زیر کامنت ها بدید. بگید که آقا من اومدم بعد این ویدیو فلان دوره نگاه کردم، بعد این ویدیو فلان تکنولوژی رو یاد گرفتم و بهش رسیدم. دمتون گرم. لایک کن، کامنت کن، پیج اینستاگراممون و تلگراممون و یوتیوبمون همش رو فالو کن که دوستتون دارم.